بازیگرای معروف ترکیه علاوه بر درآمدشون از بازیگری از تبلیغات هم پول زیادی به جیب میزنن که البته مبلغ نجومی و هنگفت بعضی از این قراردادها عین یه راز مخفی میمونه. میخواین بدونین بازیگرای معروف برای اینکه چهره تبلیغاتی یه برند بشن چه مقدار دستمزد میگیرن؟ پس همین حالا عضو کانال لنز بشین و تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. مریم اوزلی، این بازیگر زیبا که مدت هاست در هیچ پروژه بازیگری شرکت نکرده، از تبلیغاتی که در اینستاگرام خودش به اشتراک میذاره درآمد زیادی کسب میکنه. اون برای به اشتراک گذاشتن هر پست تبلیغاتی مبلغ 259,000 لیر معادل 800 میلیون تومان دریافت میکنه. توبا بویکوستون امسال برای شرکت در تبلیغ کیک براوونی اینتنس 750,000 لیر معادل 2 میلیارد و 350 میلیون تومان دریافت کرده. اونم فقط در ازای یه تبلیغ 25 ثانیه‌ای. توبا که یه چهره جهانیه، به تازگی برای فیلم تبلیغاتی اپراتور مخابراتی روسیه با همکاری مگافون که 80% بازار مخابرات روسیه رو در اختیار داره و اپل جلوی دوربین رفته و گفته میشه در ازای اون دستمزد زیادی دریافت کرده، اما هنوز کسی نمیدونه چقدر. آراس بولودیناملی، آراس که سال گذشته حدود 800,000 لیر معادل 2 میلیارد و 500 میلیون تومان از تبلیغات درآمد داشته، امسال هم قرارداد یه ساله با شرکت ودافون امضا کرده تا چهره تبلیغاتی این شرکت باشه. آلینا بوز، آلینا همزمان با درخششش در سریال ماراشلی پیشنهادات تبلیغاتی زیادی دریافت کرد و در نهایت با امضای قراردادی به ارزش 1 میلیون لیر معادل 3 میلیارد و 100 میلیون تومان با شرکت محصولات بهداشتی دورو چهره جدید تبلیغاتی این شرکت شد. اویکو کارایل و همسرش جان بونومو که به تازگی صاحب پسری به اسم رومان شدن، برای اولین بار به صورت یک زوج برای تبلیغ پماد بپانتول کودکان جلوی دوربین رفتن. این زوج برای شرکت در تبلیغات این محصول 1 میلیون لیر معادل 3 میلیارد و 100 میلیون تومان دریافت کردند. آسلی انور، آسلی در آخرین قرارداد تبلیغاتی خودش برای شرکت در تبلیغات محصولات مراقبت از پوست بپانتول با این شرکت قراردادی به ارزش 1 میلیون لیر معادل 3 میلیارد و 100 میلیون تومان رو امضا کرد. اون تو سالهای گذشته در تبلیغات محصولاتی مثل لباس و جوراب هم بازی کرده. کادیر در سال 2020 قراردادی به ارزش 1 میلیون لیر معادل 3 میلیارد و 100 میلیون تومان با پوشاک مردانه حاتم اولو امضا کرد. اسرا بیلگیچ، این بازیگر که با بازی در سریال قیام ارطغرل به شهرت زیادی رسیده، در پاکستان هم به شدت مورد توجه قرار گرفته تا جایی که با امضای یک قرارداد 1 میلیون لیری معادل 3 میلیارد و 100 میلیون تومانی چهره جدید یک برند تلفن همراه در این کشور شد. دیلان چیشک‌دنیز، این بازیگر در طی 2 سال گذشته با بازی در تبلیغات شرکت‌های آرایشی بهداشتی و بانکی 550,000 لیر معادل 1 میلیارد و 700 میلیون تومان درآمد کسب کرده و امسال هم برای بازی در تبلیغات بستنی مگنوم یک قرارداد 500,000 لیری معادل 1 میلیارد و 500 میلیون تومانی رو امضا کرده. بنسو سورال امسال برای شرکت در تبلیغات شامپوی کلیر قراردادی به ارزش 1.5 میلیون لیر معادل 4 میلیارد و 700 میلیون تومان با این شرکت امضا کرد. اما بنسو قبل از این هم برای شرکت در تبلیغات پوشاک برند کاتون جلوی دوربین رفته و از این شرکت هم مبلغ 1.5 میلیون لیر معادل 4 میلیارد و 700 میلیون تومان به عنوان دستمزد دریافت کرده. کنان امیرزالی اولو، این بازیگر در سال 2016 برای شرکت در تبلیغات لوازم خانگی وستل قراردادی به ارزش 1.5 میلیون لیر معادل 4 میلیارد و 700 میلیون تومان با این شرکت امضا کرد. هیلال آلتینبیلک، هیلال که با بازی در سریال روزگارانی در چوکوروا به یک چهره شناخته شده تبدیل شده،
در سال 2020 به عنوان چهره تبلیغاتی یکی از معروف‌ترین برندهای لباس شب در ترکیه به نام آلفا بتا قرارداد 1 ساله به ارزش 1.5 میلیون لیر معادل 4 میلیارد و 700 میلیون تومان با این شرکت امضا کرد. چağatay اولسوی چağatay که یکی از گرون قیمت‌ترین بازیگرای ترکیه به حساب میاد، در سال 2016 چهره تبلیغاتی پوشاک کالیمز بود. اون برای شرکت در آگهی تبلیغاتی این شرکت که در اون مدل معروف ویکتوریا سکرت هم بازی میکرد 1,800,000 لیر معادل 5 میلیارد و 600 میلیون تومان دریافت کرد. نسلیهان آتاگل نسلیهان و همسرش در سال 2019 برای شرکت در تبلیغات یک برند عینک آفتابی قراردادی به ارزش 1.5 میلیون لیر معادل 4 میلیارد و 700 میلیون تومان امضا کردند. نسلیهان قبل از این تبلیغات هم چهره تبلیغاتی شامپوی پنتن با قرارداد 1 میلیون لیر معادل 3 میلیارد و 100 میلیون تومان و برند معروف لباس ورزشی پوما با قرارداد 1 میلیون و 200,000 لیر معادل 3 میلیارد و 750 میلیون تومان بوده. دمت özdemir که با شرکت پنتن برای تبلیغ محصولات مراقبت از موی اون قرارداد بسته بود، با موفقیتش در زمینه تبلیغات این برند، این شرکت در سال 2020 با اون برای قراردادی 2 ساله و به ارزش 3 میلیون لیر معادل 9 میلیارد و 400 میلیون تومان به توافق رسید. این قرارداد درست 3 برابر قیمت قرارداد نسلیهان آتاگل با این شرکت بود. آفرا ساراچوغلو این بازیگر زیبا که به تازگی در کنار چağatay اولسوی در سریال yeşilçam به نقش‌آفرینی پرداخته، اخیراً با 3 برند معروف کورنتو، کوتون و الیدور قرارداد تبلیغاتی بسته که مجموع درآمدش از این 3 قرارداد به 3 میلیون لیر معادل 9 میلیارد و 400 میلیون تومان میرسه. میخواین بدونین کیا بیشترین درآمد رو از بازی در تبلیغات به دست آوردن؟ پس همین حالا عضو کانال لنز بشین و در ادامه همراه ما باشین. آلپ نوروز که به مدت 5 سال چهره تبلیغاتی پوشاک مردانه حاتم اولو بود و در این مدت هم چیزی حدود 1.5 میلیون لیر معادل 4 میلیارد و 700 میلیون تومان از این تبلیغات به دست آورده بود، امسال تصمیم گرفت به کار خودش با این برند پایان بده. اون 2 پیشنهاد تبلیغاتی جدید دریافت کرد. یه پیشنهاد 2 میلیون لیری معادل 6 میلیارد و 250 میلیون تومانی از یه برند پوشاک و یه پیشنهاد 2.5 میلیون لیری معادل 7 میلیارد و 800 میلیون تومان از شرکت شامپوی فرانسوی ایروشه که در نهایت پیشنهاد شرکت در تبلیغات شامپوی ایروشه رو قبول کرد. باریش آردوچ اخیراً باریش در فیلم تبلیغاتی اپراتور تورکسل بازی کرده. اون برای همکاری در تبلیغات این شرکت یک قرارداد 2 ساله به ارزش 4 میلیون لیر معادل 12 میلیارد و 500 میلیون تومان امضا کرده. سرنای ساریکایا که در تبلیغات برند ماوی یک چهره شناخته شده به حساب میاد، امسال هم قراردادش رو با این شرکت با مبلغ 4 میلیون لیر معادل 12 میلیارد و 500 میلیون تومان تمدید کرد. گفته میشه سرنای در سال 2020 برای تبلیغ خودروی ولوو در ترکیه برای به اشتراک گذاشتن 3 عکس در اینستاگرام خودش مبلغ 300,000 لیر یا 936 میلیون تومان دریافت کرده. علاوه بر اون سرنای به مدت 4 سال هم چهره تبلیغاتی شامپوی هد اند شولدرز بود که در سال 2020 به این همکاری پایان داد. فهریه افجن این بازیگر به خاطر به دنیا آمدن پسرش برای مدتی از صحنه‌ها به دور بود، اما در این مدت از تبلیغات درآمد زیادی به دست آورد. اون علاوه بر اینکه 7 ساله که چهره تبلیغاتی برند آرایشی لورئال به حساب میاد و در این مدت هم از تبلیغات این برند بیش از 5 میلیون لیر معادل 15 میلیارد و 600 میلیون تومان به دست آورده، امسال در تبلیغات یک شرکت مبلمان هم ظاهر شده و بعد از اون به همراه پسرش کاران در تبلیغات پوشاک پریما حضور پیدا کرد. جان یامان در تبلیغات برند معروف پیراهن مردانه تودورس قراردادی 2 ساله برای سال 2020 و 2021 به ارزش 3 میلیون لیر معادل 9 میلیارد و 400 میلیون تومان امضا کرد.
علاوه بر اون جان در سال 2020 برای شرکت در تبلیغات ماکارونی یه برند معروف ایتالیایی راهی ایتالیا شد و برای شرکت در این تبلیغات چیزی حدود 2,700,000 لیر معادل 8,400,000,000 تومان دریافت کرد. هانده ارچل هانده در عرض 4 ماه برای شرکت در تبلیغات 3.5 میلیون لیر معادل 10,950,000,000 تومان به دست آورده. اون به تازگی چهره جدید تبلیغاتی خمیردندون سیگنال شده که برای بازی در تبلیغات این برند چیزی حدود 2 میلیون لیر معادل 6,250,000,000 تومان دریافت کرده. اما 4 ماه قبل از اون هانده برای شرکت در تبلیغات پوشاک زنانه برند نوکتورن مبلغ 1.5 میلیون لیر معادل 4,700,000,000 تومان دریافت کرده بود. این بازیگر تا به حال چهره تبلیغاتی برندهای لوازم آرایشی و پوشاک بوده و در طول 4 سال گذشته چیزی حدود 6 میلیون لیر تقریباً 18,720,000,000 تومان از این تبلیغات درآمد داشته. بوراک اوزچیویت این بازیگر خوش‌تیپ و پرطرفدار در سال 2017 برای شرکت در فیلم‌های تبلیغاتی مرکز خرید امار مبلغ 5 میلیون لیر معادل 15,600,000,000 تومان به عنوان دستمزد دریافت کرد. بعد از اون بوراک در سال 2018 برای شرکت در تبلیغات پوشاک مردانه آلتین ییلدیز کلاسیک یک قرارداد 2.5 میلیون لیری معادل 7,800,000,000 تومان امضا کرد. همکاری بوراک با این شرکت همچنان ادامه داره و اون قراردادش با این شرکت رو با مبلغ 3 میلیون لیر معادل 9,400,000,000 تومان تمدید کرده. کیوانش تاتلیتو همکاری کیوانش تاتلیتو با برند ماوی جینز همچنان ادامه داره. اون به تازگی برای 11مین سال چهره تبلیغاتی برند ماوی جینز شد و در ازای تبلیغات برای این برند با این شرکت یک قرارداد 9 میلیون لیری معادل 28 میلیارد تومان امضا کرده. گفته میشه این بازیگر تا به امروز از تبلیغات برای این شرکت ثروتی در حدود 50 میلیون لیر معادل 156 میلیارد تومان به دست آورده. خب بگیم ببینم نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ اصلا فکرشو میکردین که این بازیگرای معروف از تبلیغات اینقدر درآمد داشته باشن؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید و این ویدیو رو هم لایک کنید و عضویت در کانال لنز رو هم فراموش نکنید.